بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. سخنان مهمان بسیار ارزشمند جناب مولانا شمس الحق دامنی، فرزند گرامی و ارشد جناب مولانا عبدالصمد دامنی حفظه الله که چهره شناخته در استان هست و هم داور شرعی و هم استاد فقه و حدیث در مدرسه حقانی ایرانشار که ایشان از فضلا و فارغ التحصیلان غالبا زاهدان هستند و مسئولیت اون مدرسه را به عهده دارم. مدرسه حقانی فعلا با مدیریت ایشان اداره می شود. برای صحبت سخنان این مهمانمون استفاده کردیم و الله تعالی به همه ما توفیق کامل عنایت کند. عرض مختصری در فرصت باقی مانده خدمت شما عرض می شود. آیه را حضور تو تلاوت کردم و یکی از فرایض بسیار مهم را اینجا دوتا را بلکن بیشتر چند تا وظیفان الله تعالی اینجا در این آیه بیان کرده و این معاهدات که الله تعالی از بنی اسرائیل گرفتن. بنی اسرائیل را عهد و میثاق الله گرفتن که اگر به این دستورات من شما عمل کردید گناههای شما را همه می بخشم و شما را به بهشت داخل می کنم. هم سعادت دنیا و سعادت آخرت در این فهرسته که از بندگی و عبادت بسیار مهم الله تعالی از بنی اسرائیل گرفتن. اقامه نماز بود که به نماز پابندی بکنن و نماز را صحیح و درست ادا بکنن و پرداخت زکات بود و ایمان به پیامبران بود و نصرت و یاری پیامبران و این که از اموالشان قرض بدهند، در راه الله خرج کنند و انفاق کنند در راه الله به فقرا و مساکین. و این قرض عنوان کرده الله تعالی قرض بر خود، یک قرض به مردمه او هم ثواب داره و اجر داره. یک قرض برای الله، کسی به خدا وام بده و هم دادن به خدا همینه که بلا عوض به فقرا و مساکین بده. بلا عوض میده یعنی فقیر و مسکین و مستمند و نیازمند که نداره چیزی به او پرداخت کنه.
ولی پرداخت الله میکنه و بر الله قرضه و این وعده را دادن که گناه های شما کفاره می شود و شما را به بهشت می برم. و چه مجده بزرگی و همین معاهده از ماست. و در فرصت امروز در رابطه با زکات میخواستن جملات صحبت بکنم که یکی از فرائض مهم و از ارکان مهم دینه و در حدیث شریف همین آمده است که الله تعالی دین اسلام را بر 5 تا ستون و بر 5 پایه استوار کرده است. اینا ارکان مهمند. حالا فرایض دیگه هست، واجبات زیاده، ولی اینها از همه این فرایض مهمتر و بزرگترند. و اولیه شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله است. شهادت به توحید الله تعالی، وحدانیت خدا، ایمان به خدا و ایمان به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، رسالت آن حضرت. و یک پایه و ستون دین همین اعتقاد به الله تعالی و ایمان آوردن به الله تعالی، اعتقاد پیدا کردن به خدا، وحدانیت خدا و رسالت سید المرسلین، امام النبیین، امام المتقین حضرت محمد امین صلی الله علیه وسلم. و دومین رکن در اینجا آمده اقامه نماز، سومین رکن پرداخت زکات و چهارمین رکن روزه ماه رمضان و پنجمین رکن حج بیت الله الحرام. و این 5 تا ارکان مهم دینند و فرائض بارز دینند و تاثیرگذارند و سازنده هستند در ساختن انسان. و گاهی عرض شده خدمت دوستان که الله تعالی تمامی احکام که فرض کرده اینها برای آنه که ما را بسازه، الله تعالی ما را به وارستگی برسانه، ما را با خودش نزدیک بکنه، به سعادت برسانه. انسان نیاز داره به تزکیه، انسان نیاز داره به تربیت و اصلاح. و این لباس شریعت و لباس دین هر کسی به تنش کرد او را الله تعالی اصلاح میکنه، تربیت میشه، این احکام او را تزکیه میکنند، او به الله میرسه، به قرب الله میرسد، به وارستگی میرسه، دارای ظرفیت میشود. الله او را ظرفیت میده در دنیا و ظرفیتش کلان به عنایت میکند. اینها برنامه الله که به وسیله همه انبیاء علیهم السلام تبلیغ شدن، مخصوصا نماز و مخصوصا زکات و روزه. این هر 3 تا احکام، هر 3 تا رکن در تمام ادیان سماوی بوده. واقعات پیغمبران که می آید می که اونجا تذکره هست، هم تذکره نماز، هم زکات، هم روزه است. و در رابطه با روزه الله می فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، چنان بر شما روزه فرض گردانیده الله تعالی که بر گذشتگان فرض کرده. و زکات هم همینطور بوده، همه زکات دادن و همه نماز خواندن و همه روزه گرفتن. حج حالا معروف که حج از زمان حضرت ابراهیم راه افتاده و بعضی میگن جلوتر نبوده، بعضی
صحبت میکنه که جلوتر هم چیزی بوده ولی ثبوت وجود نداره برای گذشته. ولی از زمان ابراهیم علیه السلام مشخصه و معلومه در قرآن که ابراهیم علیه السلام اعلام کرده به حج، خانه کعبه را تعمیر کرده و ساخته. ولی شهادت به وحدانیت الله و به پیامبری که در او زمانه بوده، شهادت به رسالت او جز ایمان و اعتقاد بوده در تمام ادیان. ولذا عزیزان من اینها احکام مهمند و احکام بزرگان. نماز بزرگترین عبادت، در رأس همه عبادت ها نمازه و نماز مهمه و فریضه نماز فریضه مهمی است و تأثیر گذاره، خوف خدا میاره، محبت خدا را در دل ایجاد میکنه، میسازه انسانا و چنان میسازه انسانا که گناه را ترک میکند و از منکرات و فحشا و معاصی انسان دوری میکنه. و زکات دومی فرضه که بیش از 70 جا در قرآن نماز و زکات با هم آمده. شما بینید 70 جا در 70 آیات در جاهای مختلف هم که امر به نمازه و دستور نمازه، توصیه به نمازه، ببینید زکات پشت سر موجوده. و نماز بزرگترین عبادت جانیه. ما موظفیم که جان عزیزمون را در مقابل الله تعالی قرار بدیم و الله را بندگی کنیم با این جانمون، تواضع کنیم در مقابل الله تعالی، بارگاه الله تعالی و الله را با عاجزی و درماندگی و تواضع و فروتنی بندگی بکنه. و این بالاترین عبادت جان، بالاترین عبادت بدن و این در تمام روز، شبانه روز 5 وقت نماز را الله فرض قرار داده. طول سال 5 وقت در روز نماز برگزار می شود. اما زکات نه، زکات سال 1 مرتبه پرداخت میشه که بیشتر در شعبان گذشته پرداخت میکردن، رمضان مخصوصا که ثواب و فضیلت بیشتره، مردم آمادگی میکنن برای پرداخت زکات در رمضان. و زکات بزرگترین عبادت مالی، خیرات و صدقات نفلی، اینا خرج کردن در راه الله تعالی، اینا همه اجر ثواب دارن، ثواب بزرگ دارن، عبادت مالی هن. ولی بزرگترین عبادت مالی زکات فرضیه. بر کسی که زکات فرضه زکات ادا بکنه. و لحاظا این عزیزان من خیلی حیاتی و مهم زکات. و الله تعالی من آزمایش کرده با جانمون که عزیزه و جان من و شما حفاظت میکنیم از سردی، حفاظت میکنیم از گرمی، از معرض خطر. هر جا که جان به خطر قرار بگیره بدن انسان، من و شما از درجه دور میشیم و حفاظت میکنیم و بدن من را دوست داریم جانمون. این الله تعالی عبادت بدنی قرار داده که نماز عبادت بدنیه که این با بدن ای انجام بگیره. زبان به کار میره، دست اعضای بدن دست و پا به کار میرن، رکوع، سجده، قیام. و دومی چیزی که نزد انسان خیلی محبوبه، مال محبوبه، مالی که انسان خیلی او را دوست داره، حفاظتش میکنه، حتی جان را به خطر میاندازه برای حفاظت مال. و
این مال الله ما را آزمایش کرده که شما 1/40 مالتون را زکات در اموال مختلف، بالاخره از 20 مسقال طلا زکات لازم میشه 1/2 مسقاله، و در پول نقد اموال تجاری که قیمت میکنند از 40 میلیون تومان 1 میلیون تومان زکات قرار میگیره. حالا گوسفند دیگه نصابی داره، شترها دیگری داره، محصولات زراعی نصابشون دیگری است و بهرحال اونجا عشر یعنی 1/2 هست و یا 1/20 از آبهای چه و اینها. ولهذا عزیزان من مال محبوبه و الله تعالی میگه این محبوب را در راه من بدید. من به شما این ثروت دادم، مال من دادم، جان من دادم، جانم مال الله و مال ما هم مال الله، ولی میگه شما من با جانتون بندگی بکنید و با مالتون هم من بندگی بکنید. ولهذا زکات اموال بزرگترین عبادت مالیه. مال بدید به فقرا، به مساکین، به مدارس دینی، که زکات بیشتر مصرف طلاب و آنچه که برای طلاب انجام میگیره زکات مصرف میکنه اصحاب مدارس، و این اجر عظیمی داره دادن ما، ثواب بزرگی داره. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. الله می فرماید که شما از اموال مردم زکات بگیر و به فقرا و مساکین خرج کن، به مصرف بده. به حضرت رسول الله دستور میدن و امر میکنند و مردم را پاک بگردان. مردم پاک میشه از گناه ها، گناهایشو شستشو میشه، گناه های شما با پرداخت زکات میریزد، گناه های شما را الله پاک میکنه و دیگه مال شما را هم الله پاک میگردانه و تزکیه کنه. اینها را مال انسان تزکیه میکنه، پاک میگردانه از اخلاق زشت، از اخلاق نامناسب، از رذائل اخلاقی پاک میگردانه، از بخل پاک میکنه، از حب مال، حب شدید مال. حب مال مشکل نداره، محبت مال همه دارن، ولی محبت شدید مال که زکات ندیم، حق و حقوق مردم پرداخت نکنیم، نان و نفقه زن و بچه را ندیم، او واجبات مالی که بر سر ما هستن انسان، او واجب وظایف که واجب اونا را نتوانه ادا بکنه نده. ولهذا از محبت مال، این حب مال وقت شدید باشه و از الله تعالی بیشتر محبوب باشه، این زشته و مؤاخذه داره نزد الله تعالی و بدترین خصلت و عادت. ولهذا این پاک میکنه انسان، نماز پاک میکنه، زکات پاک میکنه از رذائل. روزه چه تاثیرات مهم داره که انشالله جمعه آینده من شما در رمضانیم و به آستانه ماه مبارک رمضان رسیدیم. ولهذا زکات حیاتی و مهمه که من شما زکات اموالمون بدیم و برکات در مال شما می آید، برکات را در عمرتون، سلامتیتون احساس می کنید و انشالله پیشرفت هم در ما تجارت و اموال. مال شما را الله تعالی اضافه میکنه. قرآن همین فرموده که ربا مردم که نزول میگیرن
و اضافه میگیرند و ربا میگیرند. ربا که مالشون اضافه بکنن مال کم میکنه، برکات مال را میبره. برکت که نباشه مال چنان برباد میشه که هیچ انسان نمیدانه چگونه از دستش رفت. ولی زکات نه، فرموده زکات و صدقات مال اضافه میکنه. ظاهرا مال کمتر میشه. شما اگر 1 میلیارد تومان از زکات بدید، 1 میلیون تومان برای زکات بدید، ظاهرا مال شما کم میشه. 40 میلیون تومان شما 1 میلیون میدید، میشه 39 میلیون. ولی برکات الله انقدر میاره و از این مال تکثیر میکند که این مال اضافه میشه. مال اضافه میشه، فضولی پیدا میکنه. به توجه کنید، زکات مهمه، ارکان دین مهمن، روزه مهمه، نماز مهمه، حیاتیان. اینها اعمالی هستند که حیاتیان و به این توجه بشود. اینها با نصوص قرآن ثابتن، با حدیث متواتر و صحیح ثابتن. همه مذاهب اسلامی، تمام مذاهبی که خود را به اسلام نسبت میدهند، این بر همه اونها فرضه. این خاص یک مذهب نیست، بله هر کسی به هر اعتقاد به هر مذهبی داره و اعتقاد به او داره، بالاخره باید این نماز را بخونه، زکات بده، روزه را بگیره. حج در عمر 1 باره، حج فرض، حج نفل همیشه می شود و زکات سال 1 باره، روزه هم سال 1 بار است. ماه 1 بار یعنی 1 ماه، 1 ماه است. و نماز روز 5 باره، شبانه روزه. الله تعالی توفیق عنایت کنه. این الله تعالی تسهیلات قائله، آسان کرده، آسان گرفته که شما سال 1 بار زکات میدید. اگر هر ماه زکات میدادیم چه کار میکردیم؟ و اگر روزه هر ماه یا 1 ماه درمیان روزه بود چه کار میکردیم؟ و حج اگر هر سال بود چه کار میکردیم؟ و الله آسان گرفته. نماز آسانه و بالاخره اگر مسجد است، مسجد نماز میخوانیم، نباشه خانه، نباشه بیابان بوده، بیابان میخوانیم. و نماز طول نداره، 10 دقیقه یا ربع ساعت کل نماز، یا کمتره یا بیشتره. الله به ما توفیق بده که به دین الله عمل کنیم و به هر حال دین حیاتی و مهمه. امروز در گزارش همین میرسه که مردم کوتاهی دارند در نماز و سستی در نماز آمده، سستی در کوتاهی در امر زکات و به هر حال این خوشایند نیستن. پایبند دین باشید، عامل به دین باشید و الله تعالی ما شما را توفیق عمل عنایت کند. و بخش اول صحبت بود و برایز دیگر هم بود که به هر حال ما یک حادثه تلخ را شاهد بودیم که هم در تاریخ ایران یا تاریخ معاصر بگیم و بعضی میگن در تاریخ جهان هم کم نظیری، یعنی سابقهش خیلی کمه. و که همین حادثه 19 و 18 و 19 ماه دیما بود و واقعا همه میدانند و هم مسئولان. من همین بعضی توجیهات میکنم بعضی از مسئولان این مسئله را و من چند جمله همین باره میخواستم توضیح بدم که واقعا این حادثه بسیار حادثه سنگینی بود. و ببینید که ما ببینیم که وضعیت مردم نگاه کنید شما، که مردم ایران که
خودشون به جمهوری اسلامی راه دادند و این نظام را حاکم کردند و بالاخره اینها حامی بودند در طول تاریخ بعد از انقلاب. ولی ببینید که به چه وضعیتی مردم آمدن رسیدن. امروز ببینید که مردم به چه موقعیتی در من ملت‌های دیگر، ملت‌های دنیا هستند. ملت ایران که از ملت‌های سربلند دنیا هست و که از بهترین ملت‌ها بوده و ملت ثروتمندی بوده، ملتی بوده که دارایی داشته، ثروت و کلان، ثروت آبا و اجدادی داشتن و به هر حال مردم گیر کردن در فقر و در مشکلات و در تنگ دستی و احساس میکنن که در میان ملت تحقیر شدن و او عزتی که در گذشته میرفتن و ایرانی ها داشتن الان او عزت ندارن و این حرف میزنن و به هر حال مشکل دارن. این مشکل از کجا پیش آمده؟ و وقتی که الان مردم نمیتونن فرزندانشون ازدواج بدن، دختران ازدواج میدن جهیزیه ندارن بدن، پسران ازدواج میدن نمیتونن مراسمشون بگیرن. نمیتونن جواب زن و بچه را بدن. کارمندان و نمیتونن کارمندان باید زندگی بکنن، نه بازنشست میتونه، نه کارمند میتونه شاغل و نه کارگران میتونن، نه تجار و کسبه میتونن. چون که تجارت هم با مشکل جدی روبرو شده، با ورشکستگی روبرو شده، ورشکسته شده تجار و همه میدانند که وضعیت چگونه است. او روستانشین و روستاییان و اونها که خیلی زندگی برای اونها سخته و یارانه که هم میدادن این هیچ ارزشی نداره، بی ارزشترینه. چه پول ارزشی نداره. وقتی پول ارزشی نداره او یارانه جزئی چه ارزشی داره؟ نانی نمیشه برای هیچ کس. ولهذا مردم که در این تنگنا گرفتار شدن و احساس مردم این بود که بالاخره کشور ما نیاز به نجات داره از این وضعیت و کشور باید از این وضعیت تغییر پیدا بکنه، تحول پیدا. از مدتی هست که مردم ایران خواهان تغییرات بودن و مردم میگن وضعیت باید تغییر پیدا بکنه. بالاخره این چند بار مردم به صحنه آمدند و فریاد زدند مشکلاتشون را، ولی احساس مردم همین احساس کردن که به فریادشون توجه نشد و مردم دیده نشدند و فریادشون شنیده نشد و این آخرین خیزش و حرکت خیلی سنگین بود که آنطوری که گفتم میشه در 100 شهر از شهرهای ایران مردم خیلی به صحنه آمده. همه جا بودن نلکم و بیش، ولی اینجایی که تلفات داده و اینجایی که مردم کشته داده و به هر حال خیلی شهروندان ما، شهروندان عزیز ایران، هموطنان عزیز ما کشته دادن در هم 401 و هم در حضور شما که 98 و این بار خیلی سنگین بود و خیلی حد دستگیر شده. چیزی که تلفاتی که هیچ کسی
نمیتونه اینه توجیه بکنه واقعا. و مسئولان بعضی تلاش میکنن برای توجیه کردن این موضوع، ولی واقعا دل مردم تسلی نمیشه. بین مردم غمگینن، غمزدهن و نگرانن و پریشانن. و برای حالا میبینیم که گاهی بیانیه مختلف میاد که برای بعضی برای کنشگران و بعضی از فعالان سیاسی و احزاب گروه ها مختلف بیانیه میدهند و نگرانی را اظهار میکنند و چاره برای نجات کشور، برای نجات وطن، برای نجات مردم وطن هر کسی یک راه و طریق ارائه میده. و به هر حال داخل کشوران بیرون کشورم هستند، ایرانیان اونان که بیرونن، هموطنان عزیز ما هستند، دشمن نیستند، همه دلشون میسوزه. حالا در این میان من نمیگم که همه 100% اینطورن، ممکنه بعضی به اغراض بیاین، صاحبان غرض هم هستن ولی اونا خیلی کم من. همه ایرانیان خارج از کشور ایرانیان دل سوزن و اگر اعتراضات هم دارن مطمئنن که روی دلسوزی برای کشوره. و اگر این مردم به صحنه آمدند و اعتراض کردن روی دلسوزیه، اینا نه اسرائیلیان نه امریکاییان، اینا ایرانیان، هموطنان عزیز من. و بالاخره بالاترین سرمایه هر کشور مردم او کشور، بالاترین ثروت ایران و سرمایه ایران و دارایی ایران مردم ایران و این شرف دارن، زنان، مردان، پیران، جوانان. و اگر ما دلمون نسوزه برای اینها، به چه چیزی دلمون میسوزه؟ و اگر برای اینها فکر نکنیم، به چه چیزی فکر میکنیم؟ از همه وظیفه مسئولان سنگین تره. و واقعا بسیاری خانواده ها آزادار شده و بسیاری افرادان که بازداشت شده. و این مدت که صحبت ها را با می کردیم هم از همین روز بود که من این روز را به هر حال می دیدم که چنان روزی داره بنبستی می آید که به هر حال مردم وقتی که گرفتار بشند و همون که گفتم اذا یئس الانسان طال لسانه، وقتی انسان ناامید میشه از زندگی زبانش دراز میشه، فریاد میزنه، داد میکشه. و کسی دینی از آن حضرت میخواستد، جلوه آن حضرت یهودی بود و چادر مبارک را گرفت و فشار داد و داد کشید سر آن حضرت که دین من بده. و صحابه میخواست او را تنبیه کنند که بیادبی کرد، فرموده که نه، شما من نصیحت کنی که حق ایشون بدم، ایشون نصیحت کنی که حقش را به آرامی بگیره، به خوبی بگیره. دستور دادن که برید شطوری بهتر از اون شطوری که او میخواهد بو بدید. و لصاحب الحق مقال لون فرمود، صاحب حق گفت سخن داره، حق سخن داره، حق فریاد داره. کاش که فریاد اینه را میشنیدن و توجه میکردن و رسیدگی میکردن، نه اینا به مشکل میافتادن نه خودشو به مشکل گیر میکردن. و جای دیگه توی دنیا حرف مردم میشنوان، صدای مردم میشنوان، مسئولان میشنوان، کنارگیری میکنن و یا خواسته مردم را برآورده میکنن، رضایت مردم میگیرن. از دو حال خالی نیست، یا رضایت هموطنان و یک کنارگیری. بسیاری جا این کار مردم میکنن
ولی هیچ جایی به این صورت مردمان نزدن تا هیچ کشوری، نه در کشورهای که جمهوری است و آزادن و دموکراسی دارن و نه در کشورهای دیگر که نظامهای تند و سخت هستند و به این صورت به مردم برخورد نکرده. انصاف بکنیم. ما این حرف منصفانه و انشالله حرف به انصافی را نمیزنم و ما معتقد به انصاف بکنیم، حق بدید، مسئولیت توجیه نکنیم. حضور توجیه پذیر نیست. بعضی میگه داعش آمده و بعضی میگه گروه حقا. ما ایرانی ها زبان یکدیگر خوب میفهمیم، ممکنه دیگران ندانند. بابا داعش چیه؟ داعش اینقدر داره که توی 100 شهر بیاید و مردم بکشه. گروهک کجای گروهک و اسمش کوچکه و چند نفر گروهک که قدرت داری که همه جا بیه و سانه درست بکنه. و بهتری که از این توجیهات ما به هر حال از این ملت عذرخواهی بکنیم و به ملت توجه کنیم که شما چه میخواهید. اگر یک مسئولی را میخواهند که کنار بره و این هم یک چیز عرفی هست و هم در سر محمود و خوب پسندیده از لحاظ اجتماعی و بین عرف ملت ها و هم خدا پسندانه. و اگر رضایت مردم حاصل میشه، رضایت مردم به هر صورتی که حاصل میشه رضایتون بگیریم و تن بدیم به سخنان اونها، به خواسته اونها تن بدیم، ولی اون که تلخ باشه. تلخه ولی این ثمره شیرینه، نتیجه شیرینه. و زندانی هایی که بازداشت شدن توی این اعتراضات، اینها را هم عقلانه شمینی که اینها را آزاد کنن. و هم من خیرخواهانه عرض میکنم که یک چیزی که در دل مردم نفرت ایجاد کرده و مردم ناراحت کرده خیلی، همین اعدام ها هستند که از مدت در کشور بشدت از اوائل انقلاب جریان داشتند ولی الان خیلی شدیدتر شده. این اعدام ها خیلی کثیرن، خیلی زیادن، در شریعت قابل توجیهن، شرعاً قابل توجیهن و نه از لحاظ قوانین بین المللی، نه از لحاظ قانون خود جمهوری اسلامی اینا قابل توجیه نیست. و اعتراف اجباری هم هیچ توجیه شرعی نداره، هیچ توجیه فقهی و شرعی نداره، قانونی نداره. در قانون خود جاری کشور ممنوع اعتراف اجباری. و توصیه ما آن است که اخیراً به هر حال خیلی از سیاست فعالان سیاسی را و بالاخره گردانندگان احزاب را به هر حال راکین و احزابان دستگیر کردن و فعالان سیاسی را دستگیر نکنید بلکه او زندانیای سیاسی را آزاد کنید که هستن. زندانیای سیاسی را زندان ندید، محکوم نکنید. ما در شرایطی هستیم که باید حرف اینا را گوش کنید، باید صحبت اینا را گوش بکنید، باید با اینا بشینید و میتوانه ما به انسجام ملی نیاز داری. کشور ما همه ملت ما یک پارچه بشه و لازمش آنه که حرف این مردم شنیده بشه و شما سیاسیون آزاد کنید و تا کشور ما دچار دیگه جنگ و دیگه بحران نشود و
وقتی که ما حرف مردم خودمون را بشنویم و با اونا مردم کنار بیاییم، مطمئناً امنیت ما حفظ خواهد شد، این مشکلاتی نخواهد بود. و سخن طولانی شد و به هر حال چند تا تذکرم، یکی گروگانگیری را مجدد یادآوری میکنم که به هر حال خیلی آزاردهنده و خیلی بد شده، خیلی زیاد شده. بچه ها یک کوچک و 8 ساله گرفته شدن که واقعا در داوره. پدری آمد و نزد و گریه کرد و به هر حال خیلی من دلم سوخت و بچه 8 ساله. و این به هر حال اینجا بعضی هستن که نان یک بنده خدا را گفتن نان خشک میفروشی، حالا از نان خشک چه درست میشه که بیا او را بگیرن دوباره هم. یکی را با کارش اینه که کباب درست میکنه و کسی میاد و بالاخره میگیره توی نانی میخوره یا غذای میخوره. از این چه درست میشه؟ از نان فروشی چه درست میشود که این افراد بی انصاف و چه بگم افرادی که ما برحال به افراد مشکوکه که اینها بالاخره کیا هستن بینش رسایی بشن. واقعا وظیفه همه ما سنگینه، وظیفه دستگاه قضایی، وظیفه دستگاه امنیتی، دستگاه های امنیتی، وظیفه انتظامی و نیروی انتظامی و جمعی کسانی که با امنیت استان به عهده دارند و درگیرن وظیفه شرعی و قانونی و وظیفه شو سنگینی. بالاخره اینها را باید شناسایی کرد و گروگانها را آزاد کرد و نگذاشت که امنیت استان به خطر بیفته، امنیت راه ها، امنیت تمام شهرستان ها در کشور، در استان مخصوصا و امنیت شهر زاهدان مهمه. و وظیفه ریش سفیدان، معتمدین، وظیفه علما، وظیفه جمعی کسانی که میتوانند تاثیرگذار باشن و میتوانند نقش داشته باشن، به هر حال وظیفه مهمه. همه این طوایف باید بررسی بکنن که در میان طایفه اونا کسی سوء استفاده نکنه، آدمی را گروگان بگیره، خلاف بکنه، بیاد در پناه فامیل خود قرار بگیره. و وظیفه سنگینی، وظیفه همه ما سنگینه. امنیت استان مال همه است، مال یکی نیست. و امیدوارم که الله تعالی فرج بیاره و خیر بیاره. و آخری مسئله رویت هلاله که رویت هلال از عرض کنم که انشاءالله غروب چهارشنبه که شب پنجشنبه یا چهارشنبه شب به هر حال این ماه را باید نگاه کرد و انشاءالله ما را رویت کردید. پنجشنبه روزه میگیریم و امید هست که ما خودش را نشان بده، اگر کسی نگاه کنه ما را میبینه، ما خودش صدا میکنه، به عرف مردم میگه ما فریاد میزنه ولی ماه بلندی است. ولی اگر نگاه کننده باشه بالاخره، اگر ماه عید بود که ماشاءالله همه نگاه میکردن، عید فطر بود، ولی الان رمضان و همه نگاه نمیکنن. یک مشکل که پیش بیاد از اینجا. و آخرین نکته بود که مولانا یار محمد رحمه الله تعالی، امام جمعه شهرستان هیرمند، بله، ده دوست محمد سابق که یک عالم فرهیخته بود و زحمت کشید. واقعا اونجا یک مسجد خیلی بزرگ درست، بزرگترین مسجد سیستان همون مسجد هیرمندی که درست شده است. بهترین مسجد هم درست شده اونجا، در مدرسه بود
و خیلی زحمت کشید، وفات کردن ایشون. الله تعالی ایشون مغفرت بفرماین، رفع درجات عنایت کنه. و به هر حال به مردم عزیز شهرستان هیرمند و سیستان این ضایعات را تسلیت عرض می کنم و مخصوصا به خانواده مولانا یار محمد، فرزندانش و همه مجموعه اونجا کاری و فرهنگی که داشتن. الله تعالی همه را توفیق بده، همه گذشتگان در جوار بهترین رحمتن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.